بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا ونق قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم علمنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. مدیر صاحب محترم و استادای نهایت بزرگوار و خواهران و دختران بسیار عزیزم، شما را در ورکشاپ تربیتی برای استادان قرآن کریم در جلسه سوم خوش آمدید میگوییم. عزیزان گرامی، کتابایی که جور شده در این سیستم خصوصا به مکاتب از تصاویر و رنگ‌های مختلف استفاده شده، زیرا که تحقیقات جدید میگوید که در ترسیخ مفاهیم برای اطفال زیاد مؤثر است. یک تصویر باشه، مثلا شما میخواین که یک صدا را تفهیم بکنین، امو صدا اونجا باشه، با رنگ‌های مختلف استفاده شود، بسیار جالب و جذاب باشه. حروفی که دو عموما شاگردان عزیزی ما اشتباه بیشتر میکنه، در این سیستم این قاعده وضع شده که از ابتدا باید به او توجه صورت بگیره. این قاعده من بعد استفاده نمیشه که خیر از اول غلط یاد بگیره باز تصحیح بکنه. و شما ایره میفهمین که مخارج و صداهای حروف بسیار به آسانی تعلیم داده شده که دیروز شما ایره فهمیدین و متد TPI که همه شما یاد دارین. یک دوست ما گفت، از یک دوست قصه میکرد که کلمه اتحاجونی یک کلمه هست، میگه بالای خود در 15 روز ایره یاد گرفته. در چند روز؟ در حالی که به او هیچ ضرورت نبود. شاید بالای او بیچاره چقدر تشددم کرده باشه. چرا ضرورت نیست؟ به خاطر که کلی صداها را او در این سیستم پیش از پیش یاد میگیره. ما و شما گفتین عزیزان گرامی که در این سیستم یکی از اساسی ترین مسائل ای است که بجای مکانیک خوانی ما به ذهنیت سازی و تصور سازی و رشد استعداد کار میکنیم که استعدادا باید چی بکنه؟ و رشد بکنه. و این بسیار ضرورت است. برای قرآن خوانی هم ضرورت است و به خاطر این امت هم ضرورت است. این امت به این خاطر رشد نمیکنه که در این تصور سازی نیست. استاد میگوی که بس یک کاپی از ما شوین دیگر نه، او را بمانین که انطلاق بکنه، استعدادش را رشد بکنه. ممکن در میان شما اینجا عزیزان ما باشه که به درجه ها استعدادشان از ما بالاتر است، ما میفهمیم، لیکن این استعداد باید چی شوه؟ این رشد بکنه، این پالش شوه، این نمو بکنه. این امت به امی قسم قیادت ها و شخصیت ها ضرورت داره. متاسفانه این راه رشد گرفته شده، متاسفانه. در و واضح ترین مثالش روحانی قرآن کریم است. یعنی امی قسم استعداد جور نمیشه و شاگرد یک حرف را در یک صفحه میفهمه، در صفحه دیگه نمیفهمه. و در زیاد مسائل متاسفانه این موضوع موجود است. در صنف اول برای مکاتب، کتابی که برای صنف اول و به مدارس نوشته شده، شما میفهمین که دو 428 حرف استفاده شده. 400 چند؟ که او 27495 بار در قرآن آمده. یعنی شما میبینین که نصف قرآن را اونجا یاد میگیره او کلمات.
یعنی این قسم کلمات انتخاب شده تا که در خود قاعده و اصطلاح او که میخوانه به کل کلمات قرآن کریم و آشنا شو. تکرار درس گذشته عزیزان گرامی، در مورد هر حرف ما چند تصور میتیم؟ اول و شکل باز به چند قسم است؟ اول درس جدید ما که در مورد صداها است. بعد از این که شاگردان عزیز شما حروف هجا را بلد شدند و در تمام قرآن کریم او توانایی را پیدا کرده که حرف را چی بکنه؟ شناسایی کرده بتوانه. اگر شکل مکملی او باشه، شکل نیمه او باشه یا روی حرف باشه، چهره حرف باشه. بعد از این موضوع صداها می آید. اگرچه ضمناً در مورد زبر بخاطر که تصور مکمل شوه شکل و نام و صدا ما صحبت کردیم، لیکن از جدید ما و شما در مورد صداها امروز می خوانیم. بخیر، سوال دیروز ما تکرار می کنیم و می خواهیم جواب را از شما بشنویم که در تلاوت قرآن کریم ما و شما نامهای حروف را می خوانیم یا صداهای آن؟ صدا. یعنی یک خو شما ازی فهمیدین که موضوع صداها چقدر مهم است، در که در تلاوت اصلا صداها است. فهمیدین؟ در قدم اول شما تصور صدا را واضح میکنین. خود صدا، یعنی به طفل وقتی که شما میگوین صدا باید واضح شود. مثلا شما وقتی که یک کرم میفته صدا داره نداره؟ این پکه که روشن است صدا داره؟ این ما چیزی که میگویم صدا داره؟ مرغ صدا داره؟ کدام روز شنیدین؟ اذان میته و شما را بیدار میکنه. صدای پیشک را شنیدین؟ یعنی اون صداهایی که طفل به او مانوس است. شاگرد شما از خود محیط شما این صداها را برشان دروازه که کمی خراب باشه او را بسته میکنین. صدا داره؟ چی صدا داره؟ الرقم صدا داره. صدای آب را شنیدین؟ صدا داره؟ مؤذن صاحب که اذان میته صدا داره؟ این صدای لسپیکر خو مزعج نیست برای شما؟ بسیار بلند نیست؟ ما فکر میکنم کمی پخش کنین. این صداها و تصور صداها بعض یکی از شاگردای خودتان بلند میکنین، مثل که در مورد شکل و نام شما صحبت کردین که او یک شکل داره، یک نام داره، امی قسم صدام داره. فهمیدین؟ باز به او شاگردتان بگویه که حروف 28 گانه که به اعتبار صدا چند تا هست؟ او هم صدا داره. فهمیدین؟ یعنی چون که ما و شما به تصور سازی کار میکنیم. تصور سازی عزیزان من، این صداها در زبان عربی و چون که ما و شما قرآن کریم میخوانیم و به کدام زبان است؟ در حروف هجای زبان عربی 3 صدا اساسی است. چند صدا؟ 3 صدا اساسی هست که یکیش زبر است، دوم سوم زبر زیر پیش. ای خو علامات صدا هست. چی است؟ علامه صدا هست. علامات صدا مثلا یک علامه هست. صحیح شد؟ شما به این علامه برشان نشان میتی. نشانی همون طریقه که به شما گفتین شما حروفم به خود داشته باشین، جور کنین او را، فلزی و چوبی و اگر سنگی جور میکنین سنگی جور کنین. شکل صدا 3 صدای اساسی داریم. اول چی بود؟
2 3. بس 6 صدای دیگه از این تفریع شده، از امی زبر زیر پیش 6 صدای دیگه هم گرفته شده که یک را ما و شما در اصطلاح استاده زبر میگوییم. این را میبینین استاده بالایش میگوییم استاده زبر، استاده و چپه یہ چند تا شد؟ 3 و 3. باز 2 زبر، 2 زیر و 2 پیش، کلش چند صدا شد؟ 9 صدا. باز هر صدا کیفیت خود را داره، هر صدا از خود چی داره؟ کیفیت ادا کردنش داره. شما هم کیفیت صدا را و اونا میفهمین و هم نشانه صدا، زیرا که قرآن کریم هایی که چاپ شده در اول خوی صداها نبود، عربا خود به خود میخواندن. بعد از او که این صداها برای این صداها علامات وضع شده، الی ما و شما امی نشانه ها و علامات را دیده صداها را میکشیم. فهمیدین؟ قرآن کریم که نازل شد نه علامات صداها داشت و نه نقاط داشت، بدون اعجام و بدون نقاط و بدون صداها بود. لیکن الحمدلله بعد از اینکه علمای ما خداوند تمام جهودشان را قبول فرماید، الله رب العالمین قبرهایشان از نور و برکت پر فرماید، اینا ای کار آسان کردن. بعد از این که تصور صدا شما گرفتین، ما صدا را با یک متد خاص تدریس میکنیم. علامت صدا، علامت زبر، مثلا ما و شما زبر میخوانیم، شما به شاگرد اول خو علامه او را بفهمانین، نشانه زبر. فرض کنین دست چپ شما حرف است، به دست راستتان زبر جور کنین همه تان، این چسبیده نمی باشه، زبر کمی بالا می باشه معلم صاحب، همه تان جور کنین. و استادای محترم قرار ششته مثل که معنی شما معنی است اینی را یاد بگیرین، بلکه شما مطلوبی است که باز اینا را شما تصحیح بکنین. زبر جور کنین شما، دست چپ حرف است، مدیر صاحب کا زبر را کمی پیش کنین که زبر شما بسیار خرد معلوم میشه. زبر خو شما این کار را توسط شاگردایتان میکنین. فهمیدین؟ این 2 فایده داره. یک فایده ایشی است که او به شما تفاعل میکنه و قرار خواب نشده. دوم ایره میفهمه که زبر کجا میباشه؟ بالای حرف میباشه. زبر یک ما و شما زبر دست داریم، یک زیر دست داریم. زبر ای زبر است، ای علامه است. و ایره خامخ در تمام علاماتی که وضع شده شما باید از دستتان چی بکنین؟ استفاده بکنین و با اونا تمرین بکنین. شما اینجا میبینین، ملاحظه میکنین که اینجا شما ایره آوردین، علی چی هست؟ ما در صدا دیروز ضمناً به شما گفتیم و آل باز تکرار میکنیم که در صداهای اساسی شما 2 کار را حتما میکنین و 2 ملاحظه را در نظر می داشته باشین که صدا از حد خود باید دراز نشوه. باید چی نشوه؟ این بسیار متوجه باشین به شاگردایتان. در امین جا استاد متوجه نمی باشه و صدا را غلط یاد میگیره. غلط یاد گرفت تا آخر قرآن را با اساس امو صدای که غلط یاد گرفت غلط میخوانه. نه کش کرده شوه از حدش بیشتر و نه باید تکان داده شوه. ملاحظه اول چی بود؟ و نه یعنی مثلا این صدا را بخوانین شما ما پیشوری شما اونجا نوشته هست، اول خو علامه او را بفهمانین، نشانه زبر.
فرض کنین دست چپ شما حرف است، به دست راستتان زبر جور کنین همه تان. این دو فایده داره. یک فایده ایشی است که او به شما تفاعل میکنه، او قرار خواب نشده. دوم ای را میفهمه که زبر کجا می باشه؟ بالای حرف می باشه. زبر یک ما و شما زبر دست داریم، یک زیر دست داریم. زبر ای زبر است، ای علامه است. و ای را خامخ در تمام علاماتی که وضع شده شما باید از دستتان چی بکنین؟ استفاده بکنین و با اونا تمرین بکنین. شما اینجا میبینین، ملاحظه میکنین که اینجا شما ای را آوردین. علی چی هست؟ ما. در صدا دیروز ضمناً به شما گفتیم و آل باز تکرار میکنیم که در صداهای اساسی شما دو کار را حتما میکنین و دو ملاحظه را در نظر می داشته باشین که صدا از حد خود باید دراز نشوه. باید چی نشوه؟ یه بسیار متوجه باشین به شاگردایتان. در امین جا استاد متوجه نمی باشه و صدا را غلط یاد میگیره. غلط یاد گرفت تا آخر قرآن را به اساس امو صدای که غلط یاد گرفت غلط میخوانه. نه کش کرده شوه از حدش بیشتر و نه باید تکان داده شوه. از این به شما روشن شد که با ایجیگی خوانی اصلا ضرورت نیست. به این شکل که شما صداها را به اونا یاد بتین و اونا تمرین و پرکتس بکنه، انشاءالله و مکمل کلمات را روانی میخوانه. و شما هیچ وقت به شاگردتان ایجیگی نکنین بلکه کلمات را روانی بخوانین. لیکن چی وقت؟ وقتی که اساس گذاری کردین، وقتی که حروف هجا را به صداها تعلیم دادین. بعد از ما صداهای استاده داریم. زبر استاده، زیر استاده و چپه پیش. صداهای زبر استاده و زیر استاده، زیر کجا افتیده، خب و چپه پیش، ای از صداهای اساسی که زبر زیر و پیش بود کمی کش کرده خوانده میشه. مثلا ای چی هست؟ یعنی چی هست؟ ای چی هست؟ ای چی هست؟ می. شما وقتی که میگوین که کمی، معیار کمی چی هست؟ ای را پریشان نگوین که به اندازه 2 حرکت و به اندازه 1 الف. او بیچاره چی میفهمه؟ شما به سویه او صحبت کنین. فهمیدین؟ و این معیار او زبان شما هست. قرآن خواستن به تلقی آمده. القراءة سنة متبعة یأخذها الآخر من الأول. مرا یاد گرفته آل پریشان میگوی ما با و فا. بخوانین و صدای زبر ما با و فا. و ای را بار بار پریشان تمرین کنی که ای تفاوت است. میرا یاد گرفته می بی وی فی. مورا یاد گرفته پیش چپا پیش چطور میشه؟ مو. مونا مو فو. و ای تمرین را برشان میکنین بخاطر ای که او بین دو صدای اساسی و صدای دراز فرق کرده بتواند. شما صدای دراز بخوانین با دراز بخوانین با تا ذا ث ما با امی قسم. و آل صدای دراز زیر را بخوانین بی 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 تی ذی دی طی
طی. آفرین. صدای چپه پیش بو، دو، دو، فو، وو. ماشاءالله. این کلمات را بخوانین و در ای شما ملحوظ ای است که شما صداهای دراز را تفهیم بکنین. آفرین. ایلافی فین فصالهو. اینجا چی میشه در تلاوت های ما؟ دیده میشه صداهایی که دراز نمیشه او را دراز میکنه. باز جایی که دراز نمیشه، جایی که باید دراز شو او را نمیکنه. و امی قسم یک جنجال از به مردم یعنی افتیدیم. تلاوت را که میخوانی امو جای را کش میکنه. فیه را فی چی میخوانه؟ فیه را فیهی میخوانه. یقیمون را یوقیمون. جایی که دراز نمیشه امی قسم شما هم شنیدین و ما هم شنیدین. یه از کجای اشتباهات آمده؟ از او جای آمده که استاز صداهای دراز او به شکل الف دراز باشه، یعنی عفوا زبر دراز استاده، و یا به شکل حرف مد یعنی مدی باشه. این اشتباه شده. بخوانین شما آلا، آدم، آخر، آخرتی، أتى، طه، أبى، إله، ذلك، فهدى، كذلك، وكذلك. خلاصه درس ای بود که صداها مانند حروف هجا یک موضوع نهایتا مهم است، به خاطر که ما در وقت تلاوت قرآن کریم صداهای حروف را میخوانیم. در نتیجه امی قسم تدریس صداهای حروف باز ما و شما با ایجگی کردن ضرورت نداریم. شما استادای عزیز مکلف هستند که کلماتی که استفاده شده، مثال ها آورده شده، از او بسیار زیاد یعنی او را دیگه مثال را بیاره. استاد محترم اگر زحمت بکشه و چارت ها را جور کنه و امی صداها را به اشکال مختلف تفهیم بکنه، شما باز ببینین که در دو درس حروف هجا و درس صداها و نصف قرآن کریم را خوانده میتونه. فهمیدین؟ فقط شما کمی به او حوصله بکنین و او را تدریجی پیش ببرین، ان شاء الله ای چی میشه. و عزیزان گرامی، باز در اخیر امید را هم یاد گرفتیم که ما و شما باید همواره شاگردان خود را تشویق بکنیم. امی یک صدقه جاریه هست تا که او قرآن میخوانه به ما و شما ثواب است. فهمیدین؟ اگر او را تشویق کردیم، رساندیم و او را معلم قرآن ساختیم، بعضی مسلسل و به شکل مداوم کار و سلسله ثواب و اجر ان شاء الله ادامه پیدا میکنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.